تمام اشیا. حالا دلتون چطوره؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه و این ویدیو ادامه ویدیو قبلی، یعنی پارت 2 سروایول 2 نفر است و اینکه این ادامه قبلیه و بریم که ویدیو رو داشته باشیم. لیتس گو. واسه یک توریست به خود تیپی نه اینو بزن به جایی که مردی تیپی کن دیگه. چی؟ اینو بزن جایی که مردی، اینجا تلپورتو بزن. خب نمیتونم، من اوپی ندارم. خب بس منو ببر به جا زرده قرمزه. وایسا ده به خود تیپی نکن. نه اوپی نکن منو. چرا؟ باش من فقط کریزی بزنی بعدت میمونم. اینو میزنم. به به جایی که مردم رسیدم. زد صدا دادم، صدا دب خیارشور دادم قشنگ. من دارم اینجا زامبی میکشم. من الان اینجا با 2 تا اسکلتون درگیر میشم، پس خفه شو. زامبی نگاه مردم. دابل شات میزنم به من. کامبو از پشت میگه کی میاد. تلپورت. ما هیچ وقت تسلیم نمیشیم. زامبی از کجا میاد؟ آقا من هنوز هم زامبی میکشم. بالاخره مردن، راحت شدیم. به چقدر اسکلت پیدا کردم. به من فقط دارم آیرون پیدا میکنم. میخوای به من تیپی بدی؟ نه من خونه میسازم. منو میشه آن آف کنی؟ چی؟ آن آف یعنی اوپریتر نباشه. خوبه. طلا به کناره. ببین یه چیز از شبیه طلاه ولی من یه ضربتر از طلاه. اون بریمستون ساخت گامپاور خیلی بهش نیاز داریم. داخل کیف پیدا میشه. اوکی؟ خب منطقی گل داخل کیف دیگه. ببین گلد نیست، قیافه شبیه گلده، زرد رنگش. ببین اینو بزن، سمت سرچ شده بریز بریمستون. نه بریم آی آر این شکلیه. اورش رو نکن. خب این کجا شبیه گلده؟ نه مثلا که زرد و یه حالتی مثل گلده. شبیه گلده. یه طور میگه شبیه گلده ولی زرده. این اسکلت بود فکر کنم کردی. خیلی خوبه. من چوب جمع میکنم یه بیس بسازم. من از تو بهتر دارم پیشرفت میکنم ولی 2 استک اسکلت داری؟ نه 2 اسکلت زبونم پیچه. 8 تا دارم. 8 3 ضرب در 3 9 8 تا 16 تا اسکلت دارم. من 2 استک دارم. تو سریعتر شروع کردی. من سریعتر. تو نیم ساعت تو کی؟ من ساعت زمین دارم. نیم ساعت ویدیو گرفتی؟ بله. بچه‌ها نیم ساعت ویدیو دیدیم شما؟ بله 34 دقیقه است این ویدیو میگیره. واقعا؟ بله. 2 پارت میکنیم ان شاء الله. ای بعد بهترین جا واسه ساخت پیدا کردم. MKK. بله. الان 29 ضرب در این 29 این 23 4 تا 12 تا یا ابا 52. خب من نزدیک شدم. وایسا 4 تا دارم یعنی 3 4 تا 12 زیاده بچه‌ها. ببین یه جای خیلی خوب پیدا کردم، یه آیلند خیلی خوب پیدا کردم. هم بایوم فلت داره، کنارش هم جانگی فارسته که دیگه به به. من جانگل دوست دارم.
جانگل نه، فارست منظورمه. فارست جانگل. همون برچ و اینو چیزا داره. خب برش من دوست دارم. نه آقا بایوم برچ نیست. آقا چوب داره. چوب داره. چوب چی داره؟ اوک داره با برچ فقط. برچ، دقیقا برچ. بهترین جاره. ایوان رسیدیم به بایوم چری. میشه اون وسط خونه رو رسیدیم. چری بذارم. رسیدیم به بایوم چری. وسط بایوم چری میتونم بزنم خونه رو. گذاشتنی نیست میدونی؟ باید تلاش و کوشش. ببینیم دایمند سیدم خب بکن. دایمند از تو پیشرفته ترم. آی بمیرید. چقدر زور اثر کرد. نگفته اثر کرد. آخ دوباره چشم یه ذره زیاد شوره میبینی؟ فکر کنم روزی 5 بار دارم چشم با آب نمک میشورم که اینقدر شوره. ایپیلاسیون بره دنده دو اینجوری روشن نمیشه. بسه وای کندو وای آبمو خراب کردم. ترش داری داخل بک کنم. نه پر کرده بودی. لاوا آبم پر کردی. آب پر نکردم. ببین ای وای ای که بخور لاوا استفاده کنم. کلیپر منو بکش. خب ای بر کنار بیسمون هم یه دونه کیو هست دیگه. چی از این بهتر؟ وسط با اون چری هم هست. همینجا بیس رو بنا میکنم. خب من تیلیکو میخوام ببینم بهش چه شکلی بنا بشه. خوشگل. هنوز بنا نکردم. میخوام بنا کنم. سلام. سلام. خیلی بلنس اونم اینو کیوه. اونم منابع چوبه. با اون فلت هم این برا هست. میشه منو یه لحظه وایسا من چیز کنم. اول یه لحظه وایسا من تیپی کنم. بخور الان چه دوتا یاد گرفتی آخر چی که یاد گرفتی آخر چی کامندیه. یاد دفعه قبل من اپریت کردی منش من داخل سرور گن زدم منش تو چیز کردی فشار. اینا خب نه ببین نه فشار اونجوری باشه خونه استایلش قشنگتره. خونه رو چه شکلی بزنم؟ بیسمنت خونه چه شکلی باشه؟ اچ باشه ال باشه یا بیسمنت مثلا نه ببین نه منظوره که فونداسیون چه شکلی باشه. من آفی کنده از من آفی کنم وقتی که ماینینگ هم تمام شد من آفی کنم. پاره میشم که باز یه کامنت دیگه 900 باید کامنت بزنم. خب من میگم بیسمنت که در است فونداسیون خونه به نظرم ال بزنیم بهتره. فونداسیون رو ال میزنم. درست میکنم اسپویل نکنم. دوباره دایمند فونداسیون ال دایمند یا من شاید تو بهتره من دو تا دایمند بازم میکنم رستور رستور زومبی شاو اولو ای خب ببین من چرا سه تمام های هیچ کاری نمیکنم. هیرو براین داره اسم براین. خب بالای سرم لاواست اینو میگم هیچ وقت بالا نکنم.
مثلا تو نوبی بعدش مثلا من که نه تو. نه اول نه دیگه تو. اول مونتر بازی کردی پرو بودی؟ فکر نکنم. خب نمیدونم دیگه مثلا یه نفر بهش میگه زمین رو نکن میگه سریع مستقیم در زمین رو نکن بهش تو میکنه ببینی چه اتفاقی میفته بهش میبینی بهش مثلا یه دایموند 2 تا دایموند داشتی بهش بگیری دیگه مایتر کرامات روستم. چی؟ والیریسه من اینجا رو سیو میکنم. ماشالله به من فقط یه قور میده دوباره دایموند باور کن من دارم اکستری میکنم اسکلت هم بود اسکلت هم چون کم شد داخل بکبند بزرگ. داخل بکمن هم 4 شاید گذاشت که کرافتینگ تیبل باک هنوز نمیتونم گام بسازم نه ببین وقتی که کارات تموم شد اومدی بالا اومدی داخل خونه با هم گام بسازیم اوکی؟ میخوام کاستوم اسمجی بسازم واسه جفتمون خیلی خوبه. احساس میکنم خیلی داخل کامبت بهتر شدم وای از اینا نمیدونی چیه اینو خیلی چیه توضیح میدی بهم چی؟ خب ببین بعضی موقع ممکنه داخل کیوا یه لایه از چیز فهمیدم بلک آیرون او رو میگی؟ همونه که 9 تا آیرون میده بهت؟ یه ویل از بلاک میدونم یه همونه که بهت 9 تا بلاک میده. نه بلاکش نه یه ویل آقا بابا 2 تا ماشالله یه ویل بچه هستی شما هم اولین بار قدرت بیلدینگ من رو خدای به حساب قشنگ بیلد میکنم راست روی اصول پایه اینو راست 3 4 5 اینو من که حتی از این خوشم نمیاد بهش میاد راست 6 7 واقعا خوشگل بود 8 آره دیگه 32 تا آیرون وای این برم هست کلیپره هر دو ثانیه داره به من نگاه میکنه که ببینه من حواسم هست نمیتونه بیاد بازم این داره نگاه میکنه 3 خوب بعد برم پایین این الان چجوری میشه این رو بندیم فهمیدم 9 تا باید برم بالا برو مرد ایشون 6 ببین چی پیدا کردم آره دیگه 9 تا من خیلی دارم از پیشرفت میکنم نگاه کن سه دونه ورسون داریم 2 تا ورسونه یه دونه دست توه ورسون که انداخته یه وقت ببین گریه میکنه سخت ساختش سخت میتونم درست کنم نه عمرن چجوری درست میشه؟ ببین اندرپرل میخواد امرالد میخواد امتیس شورت فکر کنم میخواد لطفاً بچه‌ها دوستان ایشالله وقتی تایم ماشین درست کردید MKK قبلی بگیم که نندازیم من چرا دارم اسکلت پیدا میکنم به تو رسیدم کی به دیگه بیرسون کم نیست حالا پیدا نکردم بس این داره ایگنورشون میکنی آخه بیرسون گون بیمعنی هست 1
2 3 4 5 6 7 8 9. من باورم نمیشه 3 تا دایموند دارم. چه پیشرفت بدون که بگم آرامش بخشه. خوشم میاد آقا این میاد ما رو انگول کنه. خب چه ویراش گونده است. خب تا سکوره واسه 3 اسکلت بیا 4 پایین. 5 6 اسکلت بیا 7 کنار 8 دیپ 9. سیت. من که فعلا اسکلت نمیخوام دیدی میدونی. بهت گفتم که تو گفتی آره این داره بازی میکنه هیچی قرار نیست بگیره. الان گفتی آره فرمی کیبل آبیه. الان من چقدر اسکلت رو بیشتر دارم. چند استک داری؟ خب باز کن 64 خب 19 16 اینجا اینو میاری اینجا اینا 9 نو. خب من 13 تا تیشترش دارم با 2 استک اسکلت. من آزم بس من خیلی وقتی که اسکلت کندن رو ول کردم. من خونه میسازم. 100% من از تو حداقل فونداشه خونه رو ساختم الان. حداقل از آیرون از تو بالاترم. داخل آیرون بالا میخوای بخوابی شب شد دارم پارم میکنم این بیرون. بی بخواب. بده تو بذار بخواب. وقت ندارم. بخوابم. سریع الان پارم شده. نمیخواد بد بزنیم دکمه رو بزن میخوابه خودش. میخوام ریسکام بزنیم. یالله. اوه کنم. این ویدیو 2 بخش میشه. بخش اول رو مثلا میتونیم ماجراجویی بنویسیم. بخش دوم هم میتونیم بنویسیم بیس و گان احتمالا. بیس و گان. بیشتر ماجراجویی نیست بیشتر حمالیه. آره حمالی هم میتونیم بنویسیم. من میتونم حمالی بنویسم. مطمئنی؟ بله. الان که من دارم واسه خونه میسازم حمالی نیست. واسه ما داری خونه میسازی. تو هم توش زندگی میکنی. من 100 کیلو یا اول فضل نه خب اسپان پوینت دارم و اگه این بترگه کلا یه ویو خود الان باید تبر من میشکست کسافت. آقا یارو پشت شما تبر من شکسته. خب لازم نیست که حرفای بد استفاده کنی. خب یه جاذبه منظره طبیعی خوشگل مشکل به چخ رفت. جدی میگم. واقعا بله. من باید بیام اینجا تو رو بکشم. نه بابا همیشه سالمه فقط یه گودال الموزه. خدا رو شکر رفتم بالا. اصلا چرا؟ دایمن چند تا دایمن داره؟ بگو چه میدونم چند تا؟ 0 تا دقیقا 0 تا میبشی بیا 6 تا من رو دارم. 7 واس خودم گام بسازم واسه این نسازم فشار بخوره بزنم صدا 10 تا دارم. آفرین. اوه چقدر گوی. استفاده میشه. واو تو چقدر قوی. داخل گان درست کردن. نه ولی خوب به درد بخور. من چسبیده بود. نه آقا جمع کن چسبیدو میسایی بعد خراب میشه و بعد دوره میسایی از اول کل دایمن جمع کنی. بعد از همون اول چند تا دایمن مثل آدم پیدا کنی. اگه از همون مثل آدم چند تا دایمن پیدا کنی بتونیم واسه خودمون آرمور بسازیم بعد رونا این چند بسازیم دیگه مشکل نداریم. نگه بله نه نیاز نباشه چسبیت شکست فقط من نگه نمیم بعد دایمن بیارم خود بعد کوش به 8 تا دایمن پیدا کنیم. من بعد چسبیت نمیسازم چسبیت هم بهت نمیدم. دو 3 4 5 6 7 8 9. آقا نمیفهمم خیلی وقتی میبینی پایین خیلی چیز بهت میده.
3 4 5 6 7 نه 8 9 ای 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 3 4 5 6 7 8 9 این از این خب میندازیم اینجا 56 هنوز نرسیدیم خیلی خوب خب به نظرت خوبه برگردم آره خیلی دیگه کندیدش نه بکنم آه خب نجات پیدا کردم من سوراخ از نور میرم اصلا چند تا ردستون دارم میام گفتی 6 تا 6 تا پس من الان چند تا دارم یه استک 2 استک و خوبه 50 عالیه خوب نیست عالیه و بیشتر دارم پیککس آیرنی شکست پیککس آیرنی درست کنم نه چرا بخاطر اینکه اون دایمنده جمع شده واسه خودمون میتونیم آرمون بزنیم بعد اون رو حالا این چند میکنیم این چند کردیم دیگه نمیشکنه دیگه نیازی به خرماله کنیم زیر زمین مثل اسکلات دنبال دایمن بگردیم خودمون رو پاره کنیم دو تا پیدا کردم آیرون میخوای آیرون نیاز داریم خب بکنیم راستی چیزی که کندی داخل برس فرنیس و فرنیس داخل بکبر فعلا بذار یه ذرهش بپزه نه میرم خونه چند تا فرنیس داخل بکبک نه دیگه همین الان یه ذرهش میتونیم بپزه دیگه وقتی برس فرنیسی بزن دیگه چون نبره چی من بسیده دارم خب یه مقدارشون رو بسوزون یکمش هم نمیتونم درست آخه هم ای خدا چی شد؟ من نکن همه آیتم ها مرتب همشون رو گرفتم پختم 29 تامون رو من من دارم اینجا مال بیا پیککس یه دقیقه میخوای بکپکتو باز کنی کلا و 4 تا آیتم داخلش بذاری کار سخت نیست به خدا در بایسته راستی دار چرا میخوای وایسی خب وقتی داره اون تو باید کارتو انجام من بده پیککس ندارم پیککس شکست تو چی وایستادم اون داره میپسه تو باید کارتو انجام بده چه پیککسی؟ وقتی پیکک ساختی مصافه خب اون میپسه تو هم کارتو انجام میدی راستی به اون اسکو هنوز دارم من دارم و این خیلی خوبه و کی باید یوزش کنیم و میگه کی باید یوزش کنیم موقعی که مثلا درست شد دیگه آره یکی از چیزایی که نیاز داریم مثل ویلسون میدونی چیه؟ اند وقتی به اند رسیدیم 100% برای نیاز بریم داخلش دیگه و همین رو ویلسون میزنیم اونجا الکی تا اونجا راه نریم خب کم کم بیا بالا که دیگه بریم دیگه خیلی شد 50 دقیقه ویدیو اینو 2 پارت هم کنید 2 تا 30 دقیقه میشه میدونی آقا بیا بالا تیپی میکنم نه تو رو خدا نداره تو رو خدا نداره وایس من الان خودکشی کنم وای گند زدم دوست الان بزن خونه درست کن این چیه؟ چی؟ بگی دست بکشش خیلی خوش دیگه دستشه با اون میشه داج بدی از نمیاد اگه ترامپت پیدا کردی ترامپت بزن زیر خودت کلت پایین کن کم داره به خیلی بال این بود پرتت میکنه این من حلیل آره خیلی خوب حالی میشه چرا حمله نمیشد باش ویدیو شدیم حتما داخل 2 پارت واسهتون بذاریم آره شاید و اینکه تا یه ویدیو دیگه خدافظ بای بای